به نام خدا. سلام بر شما بینندگان محترم، با بخش خبری اتباع همراه باشید. وضعیت نگران کننده اردوگاه گردنه تنباکو در تهران، درخواست مهاجرین برای رسیدگی فوری. طی روزهای اخیر تصاویر در فضای مجازی از اردوگاه گردنه تنباکو بازگشت امام رضا علیه السلام منتشر شده است که شرایط نگران کننده مهاجرین بازگشته به کشور را به تصویر می کشد. بر اساس گزارش ها و پیام های منتشر شده توسط افراد حاضر در محل، وضعیت این اردوگاه از نظر بهداشتی، سرمایشی و تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک بسیار نامناسب توصیف شده است. مهاجرین ساکن در این مکان با مشکلات متعددی از جمله کمبود امکانات اولیه، نبود سیستم سرمایشی در گرمای تابستان و وضعیت بهداشت عمومی دست و پنجه نرم می کنند. تأکید مسئول ارشد دولت ایران بر حفظ مهاجرین قانونی در کشور. در حالی که موضوع مهاجرین در ایران به یکی از مسائل حساس اجتماعی و سیاسی تبدیل شده، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران آقای نادر یاراحمدی سخنانی را بیان کرده که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آقای یاراحمدی با اشاره به اینکه کرامت مردم ایران ایجاب می‌کند که منابع کشور به درستی هزینه شود، تاکید کرد شأن مردم ایران این نیست که از جیبشان هزینه کنیم برای کسانی که خودشان از حضورشان در ایران ناراضی‌اند. با این حال وی به صورت شفاف از حضور مهاجران قانونی حمایت کرد و اظهار داشت ما میگوییم که نزدیک به 3 میلیون نفرشان در کشور بمانند، آنهایی که قانونی اند بمانند. این سخنان در شرایطی بیان می شود که بسیار از مهاجرین به ویژه اتباع افغانستانی که سالها در ایران تحصیل، زندگی و کار کردند، خواهان آرامش، امنیت حقوقی و رسمیت یافتن اقامت خود هستند. این موضع رسمی می تواند نقطه امیدی برای صدها هزار خانواده مهاجر قانونی باشد که با زحمت، صداقت و تلاش در ساختن زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران نقش داشتند. اکنون انتظار می رود که دولت ایران در کنار حفظ کرامت مردم خود از کرامت مهاجرین قانونمند نیز پاسداری کند و زمینه اقامت پایدار، دسترسی به خدمات و احترام متقابل را برای آنان فراهم سازد. با گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس اطلاعی در خصوص خروج اتباع افغانستانی دارای برگه مجوز بازگشت صادر کرد. بر اساس این اطلاعیه تاریخ خروج قطعی و نهایی برای تمامی دارندگان برگه بازگشت به افغانستان 15 تیر ماه 1404 تعیین شده است. بدین ترتیب کل اتباع افغانستانی مقیم فارس و دارنده برگه بازگشت موظف هستند تا پیش از این تاریخ کشور را ترک کنند. حضور اتباع دارای این برگه پس از 15 تیر ماه غیرقانونی تلقی می شود و مجوزهای لازم برای برخورد انتظامی صادر شده است. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان فارس ضمن تاکید بر ضرورت خروج به موقع از تمامی دارندگان برگه بازگشت خواسته است تا با هدف جلوگیری از ازدحام و مشکلات احتمالی ناشی از گرمای شدید تابستان در فرصت باقی مانده و در طول خرداد ماه با مراجعه به مرکز بازگشت شیراز، یعنی اردوگاه مراقبتی واقع در بلوار دهپیاله خیابان کار، به صورت خودمعرف نسبت به خروج قانونی اقدام نمایند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. همچنین در این اطلاع آمده است اتباع دارای فرزند دانش آموز پس از پایان امتحانات خرداد ماه نیازی به انتظار برای دریافت کارنامه تحصیلی ندارند و می توانند از طریق اقوام و آشنایان نسبت به دریافت کارنامه اقدام کنند. در پایان تاکید شده است که دارندگان برگه باطله سرشماری باید هرچه سریعتر به دفاتر کفالت مراجعه و نسبت به دریافت برگه بازگشت به افغانستان اقدام کنند. در غیر این صورت متخلف شناخته میشوند و مسئولیت تعاقب احتمالی به عهده خود آنان خواهد بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما بسیار متشکرم. شب بخیر و خداحافظ.